این هم که ببینین آرد جو، جوی دو سر پرک. اصلی کاریش هم بزنم. از اینه چیه؟ روگن. اوگن چیه؟ این بزنیم یکم بخور از این چیزش میکنه. این با مثلا با برآورده های چیزی قاطیه. کنسانته ها؟ این نمکش. Very good. جو خیلی حساس و مورده. یعنی یکم بخواد دوست سرش میبر مبره. بعد همینجوری نگرش داری چون کمه دیگه. اندازه 20 تاشونه. بعد همینجوری نگرش داری تا خودش قاطی میشه. اما باید مراقب. خیلی حساس. دیدی دیگه نصف چرم بخواه رفتنی جو خورد یک چرم بخواه کنی چون جو خالی نمیتونی بزنی. نه نمیشه. اصلا در نمیاد به هیچ عنوان. من خودم 10 بار امتحان کردم نمیشه. که مثلا گفتیم 100% خالص میشه. نمیشه خوش میشه خوش چوب سخونه. آفر. آد یکم آد قاطیش بخوره. اگه آد کامل باشه که چی بده؟ آد سیاه هست آد دیمه سیاه اونا ولی جو حرف میده. قوتش هم بیشتره. دیگه تا بریم اصلی کاری رو بریم شوغنی همون چیزی که نرمگندر روغنه دیگه. قربان شما آقا که مباده سن نشینن آقا که مباده یاخشین قربان سنه من نوکری همه آقا اجماعاتی چی وقت آمدن شلوار آقا اجماعاتی آقا قارداش علی آقا جانی چی وقت آمدن آقا ها؟ اوی بگردن
میدم روغنی. این خوبه. قدرتی زیاده. کوتاه. اینه که بگیرم مشکینه میخورد میکنم. این قویه مانده. چون سه شاخ الان مثلا سه شاخ قوی تر الان مثلا بگیره. چون نگاه بگیرن نگاه این نمونهش. نمونه گرفتن. شکونده. نه. زیر دستگاه گیری کرد. تا هم با خودم گشتم. شیدم بیرون. اگر نمیشه نگاه کن سخون همینه. اینجا سخونش. حساسه. خیلی خطرناکه. این هم از آرد جون. تمام. به لازم داشت. حالا بذار بخواه چاق بشه تا موقع پختنه.